بله. سلام، خسته نباشین قربان، وقتتون بخیر. خواهش می‌کنم. بنده جوکر از سازمان بهینه‌سازی کاهش سوخت استان تهران تماس میگیرم خدمتتون. هی؟ از سازمان بهینه‌سازی کاهش سوخت استان تهران. خب. در رابطه با دستگاه کاهش دهنده مصرف سوخت. خب. قربان شما برای ماشینتون دستگاه کاهنده سوخت رو تهیه نکردید، درسته؟ ماشینمون نیسونه. خب نیسان باشه. اتفاقا این دستگاه روی خودروهای باربری بازدهی بهتری از خودش نشون داده. چی باربری؟ خودروهای باربری. خب چیکارش کنم؟ شما آقای قزنفر. آقای قزنفر، ماشین مال خودتونه دیگه؟ دیگه ما نه مال بوامه. مال ساکن شیراز هستین؟ نه کی گفته مال بوامه؟ نه مال خودمه. کی گفته نیست مال خودم؟ نه این مال خودمه. آقای قزنفر چی؟ میدونم مال خودتونه خودروتون، میگم ساکن شیرازی؟ خب نه شما میگی که ما نه ما فعلی شیرازم. کجای شیراز؟ مال ایده بغلشا. این بغل چی؟ احمدآباد. احمدآباد چند کیلومتر با شیراز فاصله داره؟ یه 7 کیلومتر فاصله داره. 7 کیلومتر؟ ها. شما دوست آشنا چیزی داخل خود شیراز داری؟ خب ببین آقای قزنفر، این دستگاهی که میخوام الان خدمت شما توضیح بدم خب رایاکاه یه نوع کیت مغناطیسیه که با حالت مغناطیسی که داره باعث میشه سوخت خودروی شما رو بین 10 تا 28% کاهش بده. خب روی شلنگ ورودی سوخت نصب میشه. نیازی هم به برق و باتری نداره. کتاب خودروتون رو زیاد میکنه، صدای موتورتون هم کم میکنه. در ضمن تعویض روغن خودرو هم از هر 2 بار به 1 بار میرسونه. بیمه آسیا به مدت 1 سال بیمهش کرده، 1 سال هم گارانتی تعویض از خود شرکت رو داره. میگم همچون الو میگم قشنگ حرف میزنی اما ما هیچیش حالیم نشو. چرا هیچیش حالتون نشد؟ خب اقدر تون گفتی کی بیمه چی؟ الهی بمیرم. اسکانه از کجا براتون دوباره توضیح بدم؟ خب گفتی از شلنگ چی میبندی؟ روی شلنگ ورودی سوخت. مال چی؟ بابا مگه ماشین که شلنگ ورودی سوخت داره دیگه. شلنگی که بنزین میره توش داره، همه جاش داره. 2 تا شلنگ داره. خب این دستگاه روی شلنگ ورودی سوخت نصب میشه. این شلنگی که میبندی بنزین رو میریزین توش. آقا جان نمایندمون براتون نصب میکنه، شما بیخیال. نماینده میخواد بیاد در نصب کنه دیگه. نماینده رای دادی مجلس تموم شده نه اومدن. خب نماینده مجلس چیه؟ آقای محترم نماینده سازمان بهینه‌سازی. این کیه؟ این آقای فرجیه. آقای فرجی، مهندس فرجی میاد برای دستگاه رو ماشین نصب میکنه. آقای مهندس فرجی مخانه میشناسمش نیدمش تا حالا. میدونم شما، منم نمیشناسمش. کارت داره، کارت سازمان بهینه‌سازی داره. خب متوجه شدین؟ میاد کجا میبنده؟ شما آدرستون رو که بفرمایید. شیراز. خب احمدآباد نره، شیراز اون فک فامیلتون نه خب ندارم، فقط احمدآباد میگم. خب برم یه دکونی دروازه همینه چی میسونیم؟ چی؟ میگن دروازه کازرون یه دکونی همینه چی میسونیم؟ خب شما الان گفتی احمدآباد کجا؟ احمدآباد 7 کیلومتر بعد شیرازه. خب میفرمایید احمدآباد. خانم ببخشید این خرج موبایل خیلی میشه ولش کن. آقای محترم من بهت زنگ زدم قبض موبایل. نه خرج موبایل خیلی میشه، خیلی شد اصلا ولش کن. نمیخوام. نمیخوای؟ نه این خیلی آیکیویه آقای محترم تو. چیو؟ آیکیو چیه؟ خیلی بالا خونه تو دادی اجاره. فکر نمی‌کردم شیرازی انقدر خنگ باشن. کجاش اجارن؟